وقتی خبر مرگ بابام به هم رسید خیلی دلم گرفت. دلم میخواست میتونستم قبل از مرگش حتی برای 1 ساعتم که شده ببینمش، اما شب روز میشده میدیدم باز تو سربازخونه. فقط مونده بود که خونه تا هورت بکشن. بیا گلوتو تر کن. بیا نوش جانت. ما که با اون سختی خط قرمز زیر اسمشون کشیدیم و گفتیم غلط. حالا چطوری آزادشون کنیم که این زیر خودمون، زیر این تاکتیک 25 ساله خط قرمز بکشیم و بگیم غلط؟ گیرشون آوردیم موشای موزی رو. بجنبید بچه، بجنبید. از این منطقه شروع میکنیم. فرمانده من بگو. بهتر حرف نزنی جمشید. آروم باش. کله خری زینب، حالا که اینطوره میگم برات، داستان این گاف صندوق اسناد محرمانه همش نقشه بود. وقتی تو و رفیقات خنجره پاره میکردیم برای عدالت، یه عده خروار طلا میبردن اون برا. مأمور اطلاعات و حکم استاندار و اسناد محرمانش همش دروغ بود. 4 تن طلا بود که نباید میافتاد دست عراقی‌ها. گرفتیم مطلب و یا بازم بگم برات. ببخشید آقای سایتانا گفتن که این سربازم با خودم ببرید. مگه میخوام فرار کنم؟ اصلا نمیبرم. برای محافظت از نامه ها باید ببرید. برو بالا. من گوشام مثل چشام تیزه. چرا جواب سلام خواهرتو ندادی؟ نشنیدم. این دفعه آخرت باش که نمیشنوی. و علی قسم تا پای جان مدافع انقلابم. اجالتا ارتش منم. سربازانی مثل من تو پادگانا کم نیستن. فقط وقت و حوصله لازمه که ما همدیگه رو پیدا کنیم.